سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدیم به دومین بخش از آموزش فتوشاپ. تو قسمت قبل حسابی با محیط فتوشاپ، ابزارها و تنظیمات اولیه آشنا شدیم و یه پایه محکم برای شروع کارمون ساختیم. حالا وقتشه یک قدم جلوتر بریم و یاد بگیریم چطور با فایل ها کار کنیم، پروژه هامون رو مدیریت کنیم و مطمئن بشیم هیچ وقت زحمتمون به هدر نمیره. توی این بخش قراره درباره با انواع فرمت های فایل، نحوه باز کردن و ذخیره کردن پروژه ها و تفاوت بین گزینه اکسپورت و سیو از و مدیریت فایل ها و پروژه ها و البته قابلیت هیستوری و آن دو صحبت کنیم. پس یک نفس عمیق بکشید، یک قهوه یا چای کنار دستتون بذارید و با من همراه بشید تا این دنیای جذاب رو بیشتر کشف کنیم. اولین فرمت PSD هستش. این فرمت اصلی فتوشاپه و مثل یک دفترچه جادویی عمل میکنه که همه لایه‌ها، ماسک‌ها، افکت‌ها، تنظیمات و هر چیزی که تو پروژه‌تون ساختین رو ذخیره میکنه. بهترین انتخاب برای وقتیه که دارید روی پروژه کار میکنید و میخواین بعداً بتونید ویرایشش کنید. از معایبش هم میشه به این اشاره کرد که حجم فایل ها معمولاً زیاده و ممکنه چند صد مگابایت بشه و دومین موردش هم که فقط با فتوشاپ یا نرم افزارهای خاصی مثل افینیتی فوتو باز میشه. مزایاش شامل حفظ تمام جزئیات پروژه، امکان ویرایش بدون افت کیفیت و پشتیبانی از همه قابلیت‌های فتوشاپه. فرمت دوم PSV هستش، نسخه بزرگتر از PSD برای پروژه‌های خیلی عظیم، مثلا تصاویری با ابعاد بیش از 30,000 پیکسل یا حجم بیش از 2 گیگابایت. برای طراحی بیلبورد، تصاویر پانوراما یا پروژه‌های چاپی خیلی بزرگ به کار میره. مزایاش هم شامل این میشه که مناسب فایل‌های غول‌پیکره و مثل PSD همه لایه‌ها و تنظیمات رو نگه می‌داره. معایبش هم اینه که فقط تو نسخه‌های جدید فتوشاپ پشتیبانی میشه و حجم فایل خیلی بالاست و به سیستم‌های قوی نیاز داره. فرمت سوم JPG یا JPEG هستش. یه فرمت فشرده برای ذخیره عکس‌های با کیفیت ولی حجم کم استفاده میشه. برای اشتراک گذاری توی وب، ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام به کار میره. مزایاش هم شامل این میشه که یک، حجم کم، مناسب برای وب ها هستش و با تمام دستگاه ها و نرم افزارها سازگاری داره. و معایبش هم اینه که یک، فشرده سازی با افت کیفیت انجام میشه، یعنی هر بار که ذخیره میکنید یکم کیفیت کم میشه و دو، لایه ها ذخیره نمیشه. فرمت چهارم PNG هستش. یه فرمت بدون افکت کیفیت که از پس‌زمینه شفاف پشتیبانی میکنه. برای لوگوها، آیکون‌ها یا تصاویری که نیاز پس‌زمینه شفاف دارن به کار میره. فشرده سازی بدون افت کیفیت و پشتیبانی از شفافیت از جمله مزیت‌هاش هستش. و اما یه عیب هم داره که حجم فایل معمولاً از JPG بیشتره. فرمت پنجم تیف هستش. یه فرمت با کیفیت بالا که برای چاپ یا آرشیو تصاویر استفاده میشه. برای پروژه‌های چاپی مثل پوستر، بروشور یا مجله به کار میره. فشرده سازی بدون افت کیفیت، امکان ذخیره لایه‌ها، کیفیت عالی برای چاپ از جمله مزایاشه. و معایبش هم میشه به این اشاره کرد که حجم فایل خیلی بالاست و همه نرم افزارها ازش پشتیبانی نمی‌کنن. فرمت ششم PDF، یه فرمت چند منظوره که هم برای ارائه به مشتری و هم برای چاپ مناسبه. برای ذخیره کاتالوگ، نمونه کار یا فایل هایی که باید با کیفیت بالا به اشتراک گذاشته بشن کاربرد داره. مزایاش هم شامل اینه که سازگاری بالا داره با همه دستگاه‌ها، دو، اینکه امکان ذخیره لایه‌ها وجود داره و سه، مناسب برای فایل های چند صفحه‌ای هستش. و یه عیب هم داره، برای ویرایش پیشرفته ممکنه نیاز به نرم افزارهای اضافه باشه. فرمت هفتم گیف هستش. یه فرمت سبک برای تصاویر با تعداد رنگ‌های محدود یا انیمیشن‌های ساده. برای بنرهای متحرک وب یا استیکرهای تلگرام به کار میره. حجمش خیلی کمه و پشتیبانی از انیمیشن و شفافیت داره که اینها از جمله مزیت‌هاش بود. و اما معایبش فقط از 256 تا رنگ پشتیبانی میکنه. پس برای عکس‌های پیچیده مناسب نیستش و کیفیتش هم پایینه. فتوشاپ از فرمت‌های دیگه‌ای مثل رو که برای عکس‌های خام دوربینه، EPS و BMP که برای تصاویر ساده هست پشتیبانی میکنه، ولی اینها کمتر استفاده میشن و بیشتر برای موارد خاصن. حالا این سوال پیش میاد که چطور فرمت مناسب پروژه را انتخاب کنیم؟ بذارید تو چند جمله براتون خلاصه کنم. برای ویرایش بعدی PSD یا PSD، برای وب و شبکه‌های اجتماعی JPG یا PNG،
برای چاپ حرفه‌ای PDF یا تیف و برای انیمیشن های ساده گیف رو استفاده کنید و برای ارائه به مشتری PDF بهترین گزینه است. و اما یه نکته، همیشه یه نسخه PSD از پروژه‌تون نگه دارید، حتی اگر قراره با فرمت دیگه خروجی بگیرید. اینجوری هر وقت لازم شد میتونید برگردید و هر تغییراتی که میخواید رو انجام بدید بدون ترس از دست رفتن پروژه‌تون. حالا که فرمت‌های مختلف رو شناختیم، بیایید ببینیم چطور میتونیم فایل‌ها رو باز کنیم، ذخیره کنیم و با فرمت‌های مختلف خروجی بگیریم. برای باز کردن یک فایل تو فتوشاپ باید اینطوری پیش بریم که 1. فتوشاپ رو باز کنیم. 2. از نوار منو که بالای صفحه هستش گزینه اوپن، فایل یا همون کلید میانبر کنترل او رو بزنیم که یه پنجره باز میشه. تو اون پنجره که باز شده فایل مورد نظرتون رو از سیستم انتخاب کنید. در مرحله بعدی اگر فایلتون چند صفحه‌ای باشه مثل PSD، همه لایه‌هاتون رو توی بخش لیر نمایش داده میشه. و بریم سراغ فایل رو. درباره با این فایل فرمت کمتر صحبت کردیم. اگر با فایل های خام عکاسی کار میکنید، فتوشاپ از طریق پلاگین کامرا رو بازشون میکنه که این پلاگین یه محیط جداگونه است که بهتون اجازه میده قبل از باز شدن فایل تنظیمات نور، رنگ، کنتراست، شارپنس و حتی اصلاح لنز رو انجام بدید. بعد از تنظیم فایل به صورت یک تصویر معمولی توی فتوشاپ باز میشه. و حالا اگر فایلتون PDF هستش یا همون فایل چند صفحه‌ای دارید، برای باز کردن این فایل چند صفحه‌ایتون توی پنجره اوپن فایل PDF رو باید انتخاب کنید. فتوشاپ ازتون میپرسه که کدوم صفحه رو میخواید باز کنید و شما میتونید یه صفحه خاص یا تمام صفحه ها رو انتخاب کنید. و در مرحله بعدی باید تنظیمات رزولوشن و حالت رنگ رو بررسی کنید و روی اوکی کلیک کنید. حالا برای ذخیره پروژه‌تون باید برید به فایل، سیو یا کلید کنترل اس رو بزنید. اگر هم اولین باره که دارید فایل رو ذخیره می‌کنید، پنجره سیو از باید باز بشه که باید یه اسم برای فایل انتخاب کنید، محل ذخیره سازی رو مشخص کنید و فرمتش رو انتخاب کنید و بعدش روی گزینه سیو کلیک کنید. تا اینجا فایل و پروژه‌مون رو سیو کردیم. حالا برای اینکه خیالمون از بابت از دست رفتن کارمون راحت بشه، باید اتو سیو یا ذخیره سازی خودکار انجام بدیم. برای این کار 3 روش وجود داره. روش اول، این مسیری که میگم رو باید انجام بدید. اگر ویندوز دارین، فایل هلدینگ و بعد پرفرنسیز و بعد ادیت. اگر مک دارید، فایل هلدینگ، پرفرنسیز و بعد فتوشاپ رو انتخاب کنید. روش دوم، گزینه سیو این دی بک‌گراند رو فعال کنید تا فتوشاپ همزمان با کارتون فایل رو ذخیره کنه. روش سوم، باید برید توی بخش Automatically Save Recovery Information Every و یه بازه زمانی مشخص کنید. اینطوری اگر فتوشاپ کرش کنه فایلتون از دست نمیره، مثلا هر 5 دقیقه یک بار. برای ذخیره فایل با فرمت غیر از PSD باید اینطوری پیش برید به فایل و بعد سیو از و بعد پنجره‌ای که براتون باز شد از منوی کشویی فرمت رو انتخاب کنید. فرمت دلخواهتون میتونه PDF، PNG، JPG یا فرمت دیگه‌ای باشه. و بعد تنظیمات مربوط به همون فرمت رو بررسی کنید. اگر فرمت فایلتون JPG باید کیفیت یا کوالیتیش بین 1 تا 12 تنظیم کنید. برای وب کیفیت 8 تا 10 کافیه. اگر کیفیت رو خیلی پایین بیارید تصویر تار میشه. اگر فرمت فایلتون PNG میتونید انتخاب کنید که پس‌زمین شفاف باشه یا نباشه. گزینه اینترنلز رو خاموش کنید تا حجم فایل کمتر بشه. اگر فرمت فایلتون هم تیف هستش، میتونید فشرده سازی یا همون زیپ رو انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که لایه‌ها ذخیره بشن یا نشن. و اگر فرمت فایل PDF هست، تنظیمات چاپ مثل رزولوشن و استانداردها رو باید مشخص کنید و بعدش هم روی گزینه سیو کلیک کنید و محل ذخیره سازی رو انتخاب کنید. و مجدد این نکته رو تکرار میکنم، همیشه قبل از ذخیره سازی با هر فرمتی که میخواین انتخاب کنید یک نسخه PSD ذخیره کنید که اینجوری اگر بعداً خواستید چیزی رو تغییر بدین همه تنظیماتتون حفظ و ذخیره بشه. فتوشاپ 2 روش اصلی برای ذخیره و خروجی گرفتن داره، اکسپورت و سیو از. هر کدوم کاربرد خاص خودشونو دارن و بسته به نوع پروژهتون یکی مناسب تره. بیاین تفاوت‌هاشون رو مورد بررسی قرار بدیم. سیو از برای ذخیره فایل ها با فرمت های استاندارد مثل PSD، JPG، PNG، TIFF یا PDF. این گزینه وقتی مناسبه که بخواید کنترل کامل روی تنظیمات ذخیره شده داشته باشید. مزایاش هم شامل این میشه که 1. امکان ذخیره لایه داره برای PSD و TIFF. 2. تنظیمات دقیق برای هر فرمت و 3. مناسب برای چاپ یا آرشیو. حالا چطور استفاده کنیم؟ باید برید به فایل و بعد سیو از،
اسم فایل، محل ذخیره و فرمت رو انتخاب کنید و تنظیمات فرمت مثل کیفیت یا فشرده سازی رو مشخص کنید و سر آخر روی سیو کلیک کنید. اکسپورت برای خروجی گرفتن سریع به خصوص برای وب، شبکه‌های اجتماعی و دستگاه‌های دیجیتالی مناسبه. این گزینه برای وقتیه که می‌خواید فایل رو با حجم کم و بهینه ذخیره سازی کنید. مزایاش شامل این میشه که 1. سریعتر از سیو ازه، 2. امکان تنظیم اندازه تصویر و بهینه سازی برای وب داره و 3. میتونید چند تا فایل رو همزمان خروجی بگیرین. چطور استفاده کنیم؟ برید به فایل، اکسپورت و اکسپورت از رو انتخاب کنید. توی پنجره باز شده فرمت رو انتخاب کنید، گیف، PNG یا JPG و بعد تنظیمات رو انجام بدین. اگر فرمت JPG کیفیت و اندازه تصویر رو تنظیم کنید. برای وب 60 تا 70% کیفیت کافیه. اگر فرمت PNG انتخاب کنید که پس‌زمین شفاف باشه یا نه و بعد گزینه اینترلست رو خاموش کنید تا حجم کمتر بشه. اگر فرمت گیف، تعداد رنگ‌ها و تنظیمات انیمیشن رو مشخص کنید. اگر می‌خواید تنظیمات تصویر رو تغییر بدین، توی بخش اسکیل تنظیم کنید و بعدش روی گزینه اکسپورت کلیک کنید و محل ذخیره سازی رو انتخاب کنید. یه گزینه دیگه تو منوی اکسپورت به اسم Save for Web هست. این ابزار برای بهینه‌سازی تصاویر وب طراحی شده و بهتون امکان رو میده پیشنمایش فایل‌ها رو ببینید و حجمش رو تا حد ممکن کم کنید. میتونید کیفیت، تعداد رنگ‌ها و حتی فرمت رو مقایسه کنید. اما تو نسخه های جدید فتوشاپ مثل 2025 اکسپورت از سریعتر و ساده تره. پس معمولا همون رو استفاده کنید مگر اینکه بخواید کنترل خیلی دقیق‌تری روی حجم فایل ها داشته باشید. کویک اکسپورت برای وقتی که عجله دارید. برید به فایل، اکسپورت و کویک اکسپورت رو انتخاب کنید. فتوشاپ فایل ها رو با تنظیمات پیش‌فرض ذخیره میکنه. برای تغییر فرمت پیش‌فرض باید برید به ادیت، پرفورمنسز و بعد اکسپورت رو انتخاب کنید. فرمت دلخواهتون رو تنظیم و انتخابش کنید. حالا اصلا تفاوت کلیدی سیو از و اکسپورت چیه؟ سیو از برای ذخیره سازی با کیفیت، حفظ لایه‌ها و پروژه‌های چاپیه. کنتره ولی کنترل بیشتری میده. اکسپورت برای وب و خروجی سریعتره. حجم فایل کمتر ولی لایه‌ها ذخیره نمیشن. سیو فور وب برای بهینه‌سازی حرفه‌ای تصاویر وب هستش با امکان پیشنمایش. یه نکته حرفه‌ای برای پروژه‌های وب همیشه رزولوشن رو به 72 dpi و حالت رنگ رو به RGB تنظیم کنید. برای چاپ رزولوشن رو به 300 dpi و حالت رنگ رو به CMYK تغییر بدید. این تنظیمات رو قبل از ذخیره خروجی گرفتن از ایمیج سایز و ایمیج و منو انجام بدید. وقتی تعداد پروژه هاتون زیاد میشه ممکنه یکم سردرگم بشین که کدوم فایل کجاست یا کدوم لایه مال چیه. فتوشاپ ابزارها و سرفندهایی داره که کمک میکنه همه چیز مرتب و تمیز بمونه و کارتون همیشه مثل یک حرفه‌ای پیش بره. خب برای اینکه با این مشکل سردرگمی مواجه نشیم باید فایل هامون رو سازماندهی کنیم. اولین کاری که میتونیم بکنیم پوشه بندی منظمه. برای هر پروژه یه پوشه جدید بسازیم. دومین مورد نامگذاری واضحه. اسم فایل ها رو معنیدار انتخاب کنید. سومین مورد استفاده از ادوبی براوزر. ادوبی براوزر نرم افزار رایگانه که همراه با کریوت کلاود بهتون کمک میکنه که فایل ها رو مرور کنید، برچسب بزنید و حتی پیشنمایش فایل های PSC رو ببینید. برای باز کردنش برید به فایل و بریزین براوزر رو توی فتوشاپ انتخاب کنید. لایه ها مثل برگ‌های دفترچه که اگه مرتب نباشن کارتون به مشکل میخوره. اولین قدم نامگذاری لایه هاست. به جای لیر 1، لیر 2 اسمهای واضح بذارید مثل متن عنوان، تصویر پس زمینه، لوگو. دومین قدم گروه بندی لایه هاست. لایه های مرتبط با هم رو با زدن کنترل جی گروه بندی کنید. مثلا همه لایه های مربوط به متن رو توی گروه به اسم متن ها بذارید. برای ساخت گروه لایه ها رو انتخاب کنید و بعد روی آیکون پوش تو پنل لیرز کلیک کنید. سومین قدم قفل کردن لایه هاست. برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته لایه های مهم رو مثل پس زمینه رو قفل کنید. میتونید قفل های مختلف مثل قفل حرکت، قفل ویرایش یا قفل کامل رو انتخاب کنید. قدم چهارم رنگ بندی لایه هاست. برای راحت تر پیدا کردن لایه ها بهشون رنگ بدین. روی لایه راست کلیک کنید و از منوی پراپرتیز یه رنگ رو انتخاب کنید. میرسیم به یکی از بخش های مهم یعنی بکاپ گیری. برای بکاپ گیری چند تا راه داریم. اولین راهش ذخیره در چند تا محله. یعنی فایل PSC تون رو هم روی هارد سیستم یا یه فضای ابری ذخیره کنید. دومین راهتون نسخه های مختلفه. یعنی برای تغییرات بزرگ نسخه های جداگونه ذخیره کنید. و آخرین راهی که دارید که توی چند دقیقه قبل هم گفتم اتو سیو هستش. اتو سیو رو فعال کنید تا فتوشاپ هر چند دقیقه یک بار فایل رو ذخیره کنه.
آندو و ریدو. آندو برای لغو آخرین تغییره که کلید کنترل زد رو میزنید و ریدو برای پشیمونی شدیده که میخواین به چندین مرحله عقب‌تر برگردید که باید کنترل شیفت و زد رو بزنید. یکی از بهترین ویژگی های فتوشاپ اینه که بهتون اجازه میده اشتباهاتتون رو درست کنید. ابزارهای هیستوری، آندو و ریدو مثل یک ماشین زمانن که میتونید باهاشون به عقب برگردین و تغییرات رو اصلاح کنید. پلن هیستوری یه لیست از تمام کارهایی که توی پروژه انجام دادین و نشونتون میده. برای باز کردن این پلن باید به ویندو و بعد هیستوری رو انتخاب کنید. توی این پلن تغییرات رو به ترتیب میبینید، مثلا اد لیر و براش استروک. روی هر مرحله کلیک کنید، به همون نقطه برمیگردید. اگر هم بخواید یه تغییر خاص رو حذف کنید، رو مرحله کلیک میکنید، آیکون سطل زباله رو پیدا میکنید و روش کلیک میکنید. به صورت پیش‌فرض فتوشاپ تا 50 مرحله رو ذخیره میکنه. برای افزایش این تعداد باید برید به ادیت و بعد پرفورمنس رو بزنید و بعد پرفورمنس رو بزنید. توی بخش هیستوری استیس عدد رو افزایش بدید. یادتون باشه تعداد بیشتر رم بیشتری رو مصرف میکنه، پس اگر سیستمتون قوی نیست خیلی زیاده روی نکنید. اسنپ مثل یک نقطه ذخیره توی بازیه که میتونید هر وقت خواستید بهش برگردید. توی پلن هیستوری روی آیکون دوربین یا کریت نیو اسنپ کلیک کنید، یه اسم برای اسنپ انتخاب کنید و هر وقت خواستید به این نقطه برگردید کافیه روی اسنپ کلیک کنید. میتونید چند تا اسنپ بسازید تا مراحل مختلف پروژهتون رو ذخیره کنید. اگر پروژهتون خیلی پیچیده است و هیستوریتون پر شده، میتونید یه نسخه جدید از فایل رو ذخیره کنید و هیستوریتون رو پاک کنید. برید به منوی پلن هیستوریتون که گوشه بالای سمت راست پلن هستش، گزینه کریت هیستوری رو انتخاب کنید. این کار رم رو آزاد میکنه، ولی فایل ذخیره شدهتون رو دست نخورده باقی میمونه. حالا تفاوتی که بین هیستوری و آندو وجود داره. آندو یا ریدو برای تغییرات سریع و کوتاه، اما هیستوری برای برگشتن به مراحل خیلی قدیمی‌تر یا مدیریت تغییرات بزرگه. یه نکته حرفه‌ای برای صرفه‌جویی تو رم، گاهی لایه‌های اضافی رو اقدام کنید، مرجشون کنید. مثلا اگر چند لایه متن دارید که دیگه نیازی به ویرایششون نیست، انتخابشون کنید، کنترل ای رو بزنید و فقط مطمئن بشین که به نسخه PSD قبل از اقدام ذخیره کرده باشید. خب دوستان عزیز، توی این بخش حسابی کار با فایل و مدیریت پروژه ها توی فتوشاپ آشنا شدیم. یاد گرفتیم که فرمت فایل های مثل PSD، JPG، PNG و TIFF هر کدوم کجا به کار میان. باز کردن و ذخیره فایل ها چطور انجام میشه و چطور میتونیم از اتو سیو برای محافظت از کارمون استفاده کنیم. اکسپورت و سیو از چه تفاوت‌هایی دارن و کی باید از کدومشون استفاده کنیم. مدیریت فایل ها و پروژه ها رو با پوشه بندی، نامگذاری و ابزارهایی مثل ادوبی بریج چطوری کارمون رو راحت‌تر میکنن. و اینکه آندو، ریدو و هیستوری چطوری بهمون کمک میکنن تا اشتباهاتمون رو درست کنیم و پروژه هامون رو کنترل کنیم. حالا دیگه آماده اید که پروژه هاتون رو با نظم و اطمینان بیشتر پیش ببرید و هیچ وقت نگران از دست رفتن زحماتتون نباشید.